مادرش ما رو دید زودتر شد. سلیم از ما زرکو زودتر. تاکسی نیست. از بیانی ماشین شم. از برای خدا بیسترم در ماشین میباشم. با پلیس خبر گیر. باز کار رو چطور نکنه. تو رفتن گیر از برای خدا. آخه بیسترم در ماشین میباشم. دورو دوستی. لبای خانم آیشه. سلیم بیسرم را دوست التجا میکنم کمکم کنید. آرام شوید خانم آیشه. چی شد؟ شما در کجایید؟ دست بیسرم را یک لحظه سر دارم و بعد گم کردم او را. دوست دیدن با ماشین سوار کردن. سلیم را دوست دیدن. حالا شما در کجایید؟ با تاکسی سوار شده اون ماشین را نظارت میکنید. رقم ماشین را با من گویید؟ زودتر 34 13. بسیار خوب. با کدام طرف روانه اید؟ ما در کجاییم؟ از گلباغ به طرف چینار کوهن. از گلباغ به طرف چینار کوهن می رویم. مایلش من راست با آنجا می آیم. شما آرام شوید. نگران نباشید. سلیم را از دست آنها نجات می دهیم. البته. شد مایلش. زودتر گاز را زیر کن. گاز را زیر کن. قریب با ما نزدیک شد تاکسی. از این دیده بیست طرف نمیتونیم. نخونم قریب نزدیک شدیم. آنها نباید خانه ما را بینن. حتما با پلیس خبر دادن. چیکار کنیم اکا؟ با طرفی راست دارم. آدمی که پنهان شده نمیتونیم پس باید آنها را کشیم. چی آنها رو میکشیم؟ سوال زیاد نده. زودتر شو. دمت را گیر. دمت را گیر گفتم. مادر جان مرا شما با کجا میبره؟ گوش کنید. آدم هایی که با دکان من حمله کرده گریختن آنها رو با اینجا بیارید. من هم دخترچه دارم. نباشد مرا باید فهمی. میفهمم. حالا در رو بر رویم جنایتکار نه، بلکه جوان مردی که در تلاش یافتن یک برده نان برای دخترش است. میفهمی؟ و از دولت محافظت میخواهد. سلامت باش. بالاخره این را فهمیدید. ببین حالا اثبات میکنم که تو جنایتکار نیستی. بچه ها سلاحایتون را با زمین گذارید. اگه من هم تو هم رجب همه اتون با زمین گذارید. اپا پلیس کجا شد؟ آخرین راه ها خطرناکن. برادر التجا میکنم های کن. تمامی مال و ثروتم را به تو میدهم. التجا میکنم از قفای ماشین را اپا گپ سری پول نه. آخر ما هم صاحب زن و فرزندیم. ترس بلای جان است. در کجایت حالا؟ حالا از راهی کلان برآمده به راه خاکی میرویم. راه گذشته به طرفی راست گشتیم. راه گذشته به طرفی راست گشتیم. فهمیدم. من هم نزدیک شدم. پروا نکنید من حالا شما رو مییابم. حالا نماید. آیشه چی شد؟
اکا نکن 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 اکا التجا میکنم نکن اکا باشه خودم پادرو میکنم آیشا تو مرا میشنوی آیشا اکا مرا ببخشید التجا میکنم من یگان کس ندارم اگر نمیکردم مرا میکشتن آخر من هم نکردم خودت هم دیدی نکردم اکا مرا ببخش من بچه گنده نیستم بیکار موندم برای همین با این حال دچار شدم التجا میکنم مرا ببخش اکا نکن التجا میکنم مرا ببخش وای خطاگی خود را فهمید در ما که تازه را پای نمیزند اکنون او را عفو کردن میباید تو یک احوال او را بین معلوم که کسی ندارد او را فریب دادن تو پدری پدر و مادر نداشته رو از وضعیتش میفهمی بیا کاردت رو یک سو بذار سرده اکا التماس سرده اکا رحمت اکا الله از شما روزی شود من اشتباه کردم تو باشی وظیفه پدری رو اجرا کردی این مرد به قولش ایستاد تو را رها کرد اکنون نوبت تو نترس تماما نترس و مکانی کسانی که تو را به این احوال آورده رساندن به ما نشان ده تا که دیگر آنها به کسی ضرر آورده نتوانند انا دیدی همش گذشت من به تو نگفته بودم که نترس رفتیم پسرم پدر جان هنگامی دکان رو گشادن ماشاءالله گفتیم برای همین خداوند ما را تنها نگذاشت دختر جون دخترم هدی بیا آپایم فرا راگر سوتر از ما چی میخواه؟ راگر سردیه دختر Escuchó Padushka! چرا شد؟ سرم اینجا بیا بس کن آن طرف رو نظارت کن زودتر Uite asta! آیشه سلیم نترسی رکم البته تو رو نجات میدهم
زنی احمق آدمایش آمد. مرا مجبور کردند که دکان گل فروش رو به آتش دهم. اکا این پیامک رو ببین. چی شده باشد عجب؟ میدونم اکا عکس مکانی رو نام کرده است. در حال این مکان را جستجو میکنند. اکا همینجا می باشد. چی؟ اینجا کجاست؟ مکانی ما این مکانی است که همه ما رو در اینجا نگاه می‌دارند. عارف همیشه از ما پیش است. از تکنولوژی با سرعت‌تر کار میکند. به او رسیده نمیشود. او همین طور است. همه جانبه. اکا در حال به اونجا برو. بله. در کجای زودتر بیاید. اویشا از اونجا دور شوید. خود را پناه کنید. خانم آیشه حالا خون چطور است؟ سرکم سرجانی بچه. خانم آیشه شما به آن طرف بزنید. زودتر شوید. اینجا خطرناک است. زودتر. رفته بی سرکم. زودتر. خانم آیشه زودتر باشید. زودتر. خدا را شکر. هی مردی جسور. امانت در دستی من است. آنها رو رها کن. با من خوب آزمایی کن. این بسیار محمد داما بوده است که تو ما رو ساده گمان. من به سادگی شما کاردار نیستم. اما اگر این کودک و زن رو سر ندهید بعد با شما سادگی رو نشان بدهم. نترسی سرم رو سر دهید. با او دست نرسانید. هر کاری خواهید میکنم فقط با او نرسید. چقدر تغییر. شیف چی گپ شد؟ خواطر نشم. این مرد جسور رفیقانی محلش را جغ زده است. آدمان ما آنها را نابود میکنند. بیسرم پروانه کن. جانی اگر رفیقان من آمده باشند پس حیات شما پلیدان به آخر میرسد. برای آخرین میگویم کودک و زن را سر دهید. زودتر. چی؟ گمان میکنی که از تو میترسم؟ اگر زور را درسد آمده خلاص کن. بیسر جانم. اکا
نزدیک نشو کودک رو بکشم کودک رو بکشم کودک رو بکشم نزدیک نشو عارف التجا میکنم کمک کن عارف سلیم رو نجات ده سلاحت رو بردار نباشه تو رو هم میپرونم او رو میپرونم نزدیک نشو میپرونم نرسید با التجا میکنم مایلش خوب شده سلاح رو میپرتایم تو دیوانگی نکن آروم باش تو آرام شو میگویم تو آرام شو سلیم جنجون آرامیست کودک رو سرده میگویم با تو باید به شراب نشان میدیم سلیم بیا جانی من بیا نسیمم بیا جانی اوچم آجت مرا خانم وایشه آرام شوید سلیم پسرکم جانکم پسرم جانی اوچم پسرکم بولتا تو چه گیره داری؟ دیوانگی نکن با که ظریف نظر کرده احساسی شده پسرم جانی ظریف با تو چی شد؟ یکان چیز نشده میدونی خدا رحمتی مادرم به یادم آمد پسرم جانی اوچم همش گذشت همش تموم جانکم ظریف تو خوشبخته که مادر داری و او را یاد میکنی آری پسر جان خدا رو شکر پسر جانم اکای آری اینجا بیا شرک من برادرانی قهرمانی من شما را دوست ندارم شرکم برادری عزیزم سلیم جان من هم شما را بسیار دوست می‌دارم شیرینکی من هم شما را بسیار دوست می‌دارم شیطان من کودکی زیبا بسیار با عقل است. این چه خیلی کور است من هیچ نفهمیدم پسری صاحب خانه از آلمان می اومده است برای همین مرا از خانه پیش کرد خیر میبرم گفتم لیکن با کجا میروم من نمیدونم کجا اله رفتن برادر این فریبی صاحب خانه زیباست بعد از تو با دیگری با نرخ قیمت‌تر بسپار کار همین است میدونم من فهمیدم با او کمی جنجال کردن گیر گفتم خانه در سرت ماند چیز جورم را گرفت اینجا بر اومدم خوب کردی برادر خوب کردی با میمون خونه زنگ زدم جای خالی نمونده است گفتن با خدا اگر اجازه ده یک چند روز با تو مونم بعد یگان چورش رو میوبی البته برادرم هیچ گپ نیست رفت ای خدا به این هم مجردم یک جا میستی ها یک کجالی من سرتون درد رو نبینم در اینجا چی گپ است رفتیم چیکار میکنم بچه‌ها هپ سلام علیکم و علیکم سلام برادر چی گپ است اکای امین چیکار میکنی باشی بشو ظریف سیومش از که اجاره پولی رو نداده ای تو دیگر اجاره‌شی نیو ضبطگر هستی اکای امین ای بستاخی تو خودت چیو میگویی در مقابل اکای ظریف است اکای ظریف راست میگوید جناب 3 ماه باز مبلغ کرایه را نسپرده ای موافق قانون او حق دارد که تو رو بیرون کند اکای امین شما نگفته بودید سراسیما نیستم هر وقت شد میدی همینطور نگفته بودید اگر این طور نمیگفتید من در وقتش مبلغ را پرداخت میکردم با من فرقی ندارد از خانه من برو لا حول ولا قوت اکا از برای خدا آخر تنها در همین محله 12 خانه دارید چی شد گرسنه موندید در بیرون موندید خیر اکا هیچ گپ نی مایلش
شد مایلش شما را فهمیدم. از خانه‌ات میبرایم. پول‌هایت را هم برمیگردانم. خواطر نشو. خانه‌ات به خودت نصیب کند. تشکر اکایمی. برادر کار برادر. سلامت باش. از دست ما هیچ کاری نمیآید. بیاید میرویم بچه‌ها. باز هم پولویت رو با آدمون تقسیم کردی. مگر من تو رو نمیدونم ظریف؟ در پشت خانم یک خالای پیری هست. قربانش شوم، پسرش بیمار است، میفهمی؟ آخر کارلوس این چیزها رو فهمانده نمیشود. ظریف، آدمگری تو از همه بلند است. در جوان مردی هیچ کس مثل تو نیست. در مردی مرد هستی. اکنون در هوای خنک در بیرون ماندیم. چیکار میکنیم کارلوس؟ با خدا کاری کرده نمیتوانیم. با سری من با جز اکای عارف دیگر هیچ کس نمیآید. زنگ زنم اگر زنگ زن اگر اجازه دهد به خانه او رویم. گوش میکنم برادر. السلام علیکم اکا. و علیکم السلام برادرم. اکای عارف، اکا جان با شما کارمون رفتید. چی شده است؟ بخیر است؟ اکا مرا صاحب خانه از خانه پیش کرد. به نزد اکای ظریف اومدم، لیکن احوال او از من هم بدتر است. خلاصه من و ظریف در کوچه موندیم. میگوییم عجبا اکا شما. ما برای کدام روز هایم؟ هیچ گپ نه برادر. خانه من کلان است. در شعبه وا میخوریم مایلش. خوب شده است اکا. اکای شیرم مایلش تو بازدید. خدا نگهبان. ظریف تمام. با اکای عارف گپ زدم. چی میگوید؟ در خانه من میسید میگوید. در شوبه و میخوریم. چیز چوره رو چیکار میکنیم؟ با خدا با اشیاء کاری نمیکنیم. چیزهای لازمش رو میگیریم، کامپیوتر، خاطرهای صد، باقی مانده‌اش رو به فقیر و فقرا میدیم برادر. اکای ظریف. کامپیوتر رو میگیریم. گیر بار. صبح خیر آقای عارف. صبح خیر. من مخصوص برای شما تیار کردم. چی میگوید؟ خاموشیست. گوش کنیم. خدا از شما راضی باشد. من کار دارم، بیگاه میگیرم. مایلش برای کار. سلامت باشید. من خدا با چشمانم دیدم. دیدی؟ راست میگویی. این دختر هرچی اومده کند به او میدهد. راست میگویی. هر دویشون هم مجردند. به خدا ناموسی همسایه‌داری هم نداشتند. به سرمون سنگ میبارد، سنگ. راست میگویی دوگانه جان. اگر به سرمان مبادا سنگ بارد حتما از غیبت‌های شما میبارد. از چیز دیگر نه. این رو بینا. شنیدی؟ با زبانش دراز گپ میزند. غیر غیبت کار دیگر ندارد. معلوم میشود که در اینجا هم ما رو میشناسند. بخیر است انشاءالله. آذر سرده گفتم. سرده. فایزیه مرا دیوانه نکن. کنی زود شی. تو بیماری. گوش کن. آرام شو. آخر مرا دوست میداشتی. هلو دوستت میدارم گفتی. چی شد؟ همش دروغ بوده است. من اینطور نگفتم. نادرست فهمیدی. با تو میگویم کنی به ماشین شی. زودتر. آرام. آی برادر خودت را به دست گیری. چی گپ است؟ تو خودت کیستی؟ کارت چی؟ من دیوانه این محلم. به همه کاردار میشوم. خانم شما خوب هستید؟ اینکه در بین شما چیزی است؟ یا اینکه مرا با او عوض کردی ها؟ ابله به این نگر.
آرام شوید التجا میکنم نکنید آزار دیوانگی نکن گوش کن برادر چنانه که فهمیدم خمار شلا خوردنت گرفته است اما حالا تعبم رو خیره نکرده تو از اینجا رو خانم رو هم به حال خودش گذار رو شما چیکار میکنید بیستید نکنید حاضر تا 10 حساب میکنم اگر آرام شوی هیچ کاری نمیکنم فهما برادر از کی باز یک جای تبله ماشین بانک به طرف شما می رود. خب حاضر شروع میکنیم برویم مردم آماده شوید کمی دیرتر همینجا میشویم زودتر اینجا داخل شو زودتر میگویم دیگر این خانم رو ناراحت نکن چرا مرا نه او رو انتخاب کردی کسی تو رو مثل من دوست داشته نمیتواند فهما هیچ کس تو از منی بفهمی از منی او رو ببین حالا هم گپ میزند حالا میبینید گم شو شما خوب هستید؟ حالا بهتر شدم تشکر من نفهمیدم او دیوانه است بله او بیمار است معلوم نه شما نادرست فهمیده او در حقیقت بیمار است بیماری من است یعنی چی طور بیماری شما؟ یعنی عاشق شده است به همین معنا نه من روانشناس هستم او یکی از بیماران من بود فکر میکند که با او عاشق شدم حتی گویا با او فاتحه شدم متاسفانه حالش بد است لباس هایتون دریده است نه این مهم نیست شما پلیس هستید؟ بله تعینات مخصوص مرا ببخشید بیمار بودنش رو ندانسته خیلی دغلانه رفتار کردم دیگر ناراحتتان نمیکند همینطور نه او از شما ترسید یک چند مدت ناراحت نمیکند نام من فیضیه نام من عارف در پناه خدا خانم اکنون به من اجازه آقای عارف تشکری زیاد به شما با این نگاه کن کنی نشان ده چه زیبا است بله خیلی زیباست با دقت باشید آماده ایستادند آماده شوید این بگو تکلیف خانه در شهید بود انشاءالله قبول میکن با خدا از خیجان دستان چنان می‌لرزم که کش بخیر می شود انشاءالله دانمون کفته باشد دوست ها سلاحات رو برار زودتر سلاحات رو برار زودتر بستر غارتگران وضعیتی خبناک با ما هجوم کردن کمک کنید آنها سلاح دارن کمک کنید کنی در را کشا در را کشاید وگرنه یگان نفرتان رو زنده نمیمانیم در را کشا میگویم نمیفهمی کشا گوش کن تا 3 حساب میکنم
یک دو سه خیر اختیار است. کشو و فراز باشین. زودتر کنی کشو. چی میشود؟ فراز ماشین. نمیفهمید. به این طرف گذار. نسیم آماده ای؟ آماده است تمام. حاضر ببینیم. خم شو. بیناموز خواه. چی کار میکنی؟ ایستا. آرام شو میگویم. شد آرام شو میگویم. با گناهی تو این کار از دست میده. آرام شو. شده کلیم درون درآید. زودتر درآید. چی کار میکنی؟ تمام شد. چی کار میکنی؟ کنی ایستو گذار میگویم. گذار. خدایا با ما کمک کن. ما را از این ظالمان خلاص کن. تستر وقتمون کم است. زودتر. راو کمک کن. در دست را چی است؟ چیزی نیست. کنی خوشترین است. محمد نسیم آرام شو میگویم. محمد جایش را گرفت. تو هم به نزدش رفتن میخوای ها؟ پلیس آمدن. کنون را گرفته بیار. زودتر بیار. زودتر میرمه. بستر بیار میگویم. با دقت همه گروه ها زدوخورد مسلحانه بدرون درو. برای شمالی شهر کمک فرستید. تاجیلان کمک فرستید. در زیر آتش گرمایه. کمک فرستید. زودتر. تعیناتی مخصوص آمد. ظریف لبای این آدمان چند نفرن نمیدانی؟ از همه کم 4 نفر. برای من 4 یا 14 فرقی ندارد. همشان را تارمار میکنم. البته بولتا جان ولی کمی صبر کن. کارلس لبای تو برای خودت جای موافق یا؟ خوب شده سکه اوری. در اطراف آدمان نیستن. شاید 1-2 اسیر باشه. بچه ها برادران شما عقب نشینی کنید. به خفا روید. کوشر بچه ها می رویم. یا خدا آمده. چرا نمیپرونی؟
را ایستاده پران آخر تعینات مخصوص آمد ازمون مرده تعینات مخصوص؟ نسیم بیا میرویم تا از اینها یک دو نفرشان رو نکنم اونجا نمیروم گیرید سگ بچه های پلیس در اینجا یک روباهی رسکه یاری عجلشو میکابد کن شو دیدم بوده دیدم کارلوس تو مرا محافظت کن خواهی نشوه که یوریک آری بادی خاموش ناموس با کجا می روی؟ چی کار میکنی؟ این تعیناتی مخصوص است میفهمی؟ نکن با من تیر داندید زودتر ایستا این تعیناتی مخصوص است میگویم اگر آنها تعینات مخصوص باشه من جنگاورم کنی با من تیر داندید نرو بگویم سرده مرا آرام شو نسیم باز کن نسیم نسیم برادرم نسیم دادرم نسیم سپرهای محافظتی رو بیار همین رفیق کمسر سپرها رو بیارید به نشان رساندی سومن از این حریف رو بذاشتم کارشان رو تمام کنیم این بچه ها پیش میرمه با دقت باشه والله سنم اینها از کجا پیدا شدند کارلوس کار اینجا کی دستی با دقت باشید این نور جگو هیچ با من مقبول نیست تا آن رو میبراری سیمش رو میکشی باز میپرتایی بزرگ نمور که بهار میگرد والله سنم چند از ما با سردارشان دو نفری دیگر اکا نسیم از دشمن انتقامم رو گیر با هیچ کس را البته برادر من انتقامی تو رو میگیرم خون به خون
فرا میگویم ایسته بیا آرام شو آبرا آرام شو نپرانه در دستم اسیر دارم وگرنه اون را میپرانم نپرانه میگویم اینش باز نمیرسیم اسیر هم گرفته است پلیدی ناکس کسی را گروگان گرفته است کارلوس یکان چیز را میبینی؟ نه اکای اوریف اونها نقشه دارم اما از اینجا کار کرده نمیتوانم اکنون چی کار میکنیم؟ از این اسیرگیری ها دیوانه میشوم از بزدلان بدم میآید مجبوریم انتظار شویم و هیچ کجا رفتن نمیتواند نپرانه وگرنه میکشمت تو حرکت نکن وگرنه میپرانم اینجا بیا تزر بیا برآمدند با دقت باشید اکا اکنون جایم خوب است پرانم یا نه نه کارلوس اونجا گروگان هست اشارات رو انتظار شو تو زود با ماشین برگرد اینها با کجا میروند نگاه کنید میگریزند آماده باشید زودتر رفتیم زودتر بچه ها رفتیم این را گیر رفتیم راهی گریز نداریم بهترش تسلیم شویم حریفی ترسانچک چه خیلی تسلیم کلی با من بیا بچه ها در اطراف بخچه ایم تا نمایان شدن هدف نپرانید